استاد محقق خوب میشناسین، درست است؟ استاد محقق یکی از رهبرای هزاره افغانستان است، در افغانستان، درست است؟ خب فعلا آمده در مورد دیورند حرف زده که دیورند خط رسمی پاکستان، یعنی ما میشناسیم که مربوط به پاکستان میشه، چون قرارداد شده. قرارداد کی کرده؟ قرارداد عبدالرحمن خان کرده، درست است؟ خب اینمی مسئله را که تو به رسمیت میشناسی جناب محقق صاحب، وقتی که تو به رسمیت میشناسی در طی 25 سال و در زمان شوروی که شما تمامتان همدست شده بودین، کابل افغانستان رو ویران کردین، از او زمان شروع تا به امروز چرا صدای خود بلند نکردی که امروز آمدی وقتی که قدرت از دست دادی در خارج زندگی میکنی و وضعیت روحی و روانی هم خوب نیست و در حال گر رفتن و از این دنیا رفتن هستی؟ حال دوباره خیسه که ما خط دیوران به رسمیت میشناسیم و از اون طرف دیگه اما سیاسون و یا رهبرای پاکستانی ایره سپورت میکنه که والله استاد محقق یک انسان ورزیده و فهمیده است، به خاطر که منافع پاکستان است دیگه. یا برای جنگای داخلی دوباره اینا آمادگی گرفته رایسن، رهبرای افغانستان برای جنگای داخلی آمادگی گرفته رایسن، به خاطر قدرت، نه به خاطر از اینکه مردم در آرامش باشه، نه به خاطر از اینکه افغانستان پیشرفت کنه، نه به خاطر از اینکه افغانستان به یک سوی بره، به یک طرف بره که همه مردم آرام و آسوده باشه. یا بجای که بیاین برای تعلیم و تربیه برای دختران افغانستان، برای خانمای افغانستان صدای خود بلند کنه، ای آمده خط دیورند در بین انداخته. خط دیورند در بین انداخته که مردم باش که یکمک واکنش نشون بده که جنگای داخلی دوباره شروع شود، که اینا پس دوباره وارد قدرت شوند.